خب سلام به همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. گفتم یه ویدیو دیگه بذارم راجع به این کنسول، به خاطر اینکه خیلی مسائل هست که باید بدونید قبل از خریدش و اینا رو باید در نظر بگیرید و بعد اگه خواستین مثلا این کنسول رو بخرید. قابلیت هایی که این کنسول داره، آیا همه بازی ها رو میشه روش اجرا کرد؟ حالا به فرض مثلا ما الان اومدیم رو گیم پس، میایم روی گیم پس، ببینین قشنگ تجربه روون و خوبیه و شما من اینو روشن که میکنم، حالا دیگه ویدیوشو نذاشتم، یعنی قبلشو نذاشتم، که وقتی میاد بالا همون اول میارتون تو این صفحه ایکس باکس اپ و تجربه فول اکسپریانس یو آی ایکس باکس رو دارید که حتی این تجربه، یعنی وقتی فول اکسپریانس بشه، اپتیمایز بهتری هم، یعنی بازی ها با FPS و گرافیک بالاتری اجرا میشن. من بازی گیم پس رو براتون میارم، میخوام یه چند تا نکته مثلا بهتون نشون بدم. مثلا بازی جدید، این گیم پس پی سیه که من با 200,000 تومان خریدم و الان با اکانت خودم دارم بازی میکنم. حالا چرا و چطور چگونه شد دیگه، اگه دوست داشتین بدونین من برای من کامنت بذارین. یکی دو تا نکته داره که اگه رعایت بکنین، اوکیش بکنید، دیگه با اکانت خودتون میتونید بازی بکنید. مثلا بازی جدید گیم پس رو میارم. یه گزینه‌ای که چند وقته ایکس باکس اضافه کرده به نام ایکس باکس پلی انیور. این یعنی چی؟ یعنی شما به فرض من این بازی رو خریدم، مورتال کمبت رو خریدم، یا رو گیم پسه، مثلا این بازی روتین که جدید اومده و خیلی هم اتفاقا تعریفش رو میکردن، من خریدم یا رو گیم پس دارمش. حالا من رو کنسول ایکس باکس هم الان من بازی کردم، میخوام حالا رو اینم الان بازی بکنم، مثلا رفتم مسافرت، بعد روتین رو من دانلود کردم، بعد میام اینجا، ببینید اینجا آیکون ایکس باکس پلی انیور هست. یعنی چی؟ یعنی شما اگه رو هر کنسولی، چه این کنسول چه این کنسول چه نمیدونم لپتاپ، هر چیزی که اکانت ایکس باکس و گیم پس رو بتونین بالا بیارید، شما میتونین رو بازی بکنید. و حالا دوباره یه مبحث دیگه هم داریم به نام آپتیمایز کردن واسه این دستگاه هند هلده، یعنی دستگاه، یعنی کنسول دستی که الان پیش منه. اینجا رو دقت بکنید، هند هلد آپتیمایز یعنی چی؟ یعنی اینکه واسه یه کنسول، این کنسول دستی آپتیمایز شده ولی پرفورمنس چک انجام نشده. یعنی ممکنه این بازی اگه من بیارمش بالا یه سری مشکلات تو پرفورمنس داشته باشه، ولی از نظر اینکه آپتیمایز شده باشه و من بتونم بازی کنم، این اوکیه. و خب این هم که مثلا نوشته چند ساعت مثلا مین استوریشه، نمیدونم بخواین کاملش بکنید چجوریه و اینا، اچیومنتاش یاد کار نداریم. این مور دیتیلز رو بزنید، اینجا چیزای جالبی بهتون نشون میده. اینکه وقتی نوشته handheld optimized مثلا نوشته یعنی چی؟ یعنی functionally works correctly using the default controller config. یعنی شما با این کنترلر، با کنترلر خود این کنسول میتونین بازی بکنید و فانکشن میده و اوکیه. آره مثلا تو بازی هم به فرض مثلا بهتون اگه مثلا به یه گزینه، مثلا یه گزینه رو باید بزنید الان، با این آپتیمایز شده. یعنی مثلا بهتون نشون میده آقا مثلا دیپد چپ رو بزن، قرار نیست بهتون مثلا بگه اسپیس رو بزنید که بعد شما ببینید آقا اصلا اسپیس چی، من که اسپیس ندارم. خب و مثلا واسه یه سری بازی‌ها اون نوشته هایی که تو بازی هست خب یه ذره بزرگتر میکنن که شما بتونین با همچین صفحه‌ای که میبینین، و حالا میگم تو تصویر شاید خیلی بزرگ نباشه اما دستتون بگیرین قشنگ این تصویر خوبیه، یعنی اونقدر کافی هست که بتونید پلی بدین باهاش و نوشته ها رو بخونید. حالا اینجا نوشته که آقا شما میتونید که اصلا یعنی چون آپتیمایز شده شما نوشته ها رو بزرگتر هم میبینید و میگه که کنترلر و موس کیبورد و اینا میتونیم وصل بکنیم و اوکی. از این نظر کلا همه جوره این آپتیمایز شده، اما از نظر پرفورمنس گفتم ممکنه یه سری مشکلات داشته باشه چون تست نشده، چون قبلش معمولا تست میکنن. حالا یه چیزی هم در نظر داشته باشید، من قبلا تو ویدیو قبلی هم گفتم که اگه شما مثلا میگم 100 تا بازی تو گیم پس باشه، به فرض من گیم پس رو دارم مثال میزنم چون این مجموعه است، خب یا 100 تا بازی ایکس باکس داشته باشه، الان 80%شون آپتیمایز شدن و شما میتونید بازی بکنید. یه 20% 30%ش میمونه که اونو یا بعداً آپتیمایز قراره بکنن یا اینکه
دیگه به هر حال یه سری شرکت ها شاید اجازه ندن این اتفاق بیفته، حالا به دلایلی که حالا اونا به نظرم اونا هم اوکی میشن و از الان به بعد هر بازی بیاد حداقلش اینه که واسه اگه توسط خود کمپانی مایکروسافت پشتیبانی بشه، حالا چه به صورت مستقیم چه غیر مستقیم، این هند هلد آپتیمایزد هست براتون. یعنی شما میتونید با هند هلد این کنسول دستیه بازی بکنید. من این بک میدم. خب مثلا میایم روی یه بازی مثلا بازی میخوام بهتون نشون بدم، مثلا رینبو. ببینیم رینبو چجوریه. مثلا الان این گزینه ایکس باکس پلی انیور نداره، یعنی شما اگه مثلا روی کنسولتون یا پروگرسی کرده باشی اینجا ممکنه براتون نیاد. خب و اینو در نظر داشته باشید. و آپتیمایز و اینا هم که نوشته ساپورت نمیشه و پرفورمنس چکش هم اویلیبل نیست، یعنی پرفورمنس چک نشده. مثلا الان نوشته که بعضی جاهای بازی ممکنه، مشکلی که داره بعضی جای بازی ممکنه با این کنترلر هند هلد چیز نباشه، به قول معروف مچ نباشه و ممکنه مالا به موس کیبورد نیاز داشته باشه یا تاچ و اینا، حالا بتونید واردش بشید و اینا و یه سری مشکلات دیگه. و دیگه این که حالا نمیدونم که میشه بازی که چون زده آن ساپورتد، احتمالا نشه مثلا همچین بازی که، ولی احتمالا اوکی میکنن اینو بعدن. و ولی از اون طرف مثلا بازی داریم به نام هاگوارتس لگسی که ببینیم این چه جوریه. مثلا این ایکس باکس پلی انیور رو داره، یعنی شما این بازی رو اگه خریده باشید یا حالا رو گیم پس بخواید تجربه بکنید، چه رو کنسول خونگیتون چه رو پی سی چه روی این، یه پروگرس رو میتونین جلو ببرید. یعنی با اکانت خودتون میتونید هر جایی که بخواید میتونید بازی بکنید و اصلا قابلیت این دستگاه اینه. ببینید اپتیمایز شده، نوشته will perform great on your device، یعنی فوق العاده قراره اجرا بشه روی این دستگاه. و یه چیزی هم بهتون بگم، اگه شما وارد این بازی شدید، خب حالا من تست نکردم، اگه CFPS هم بگیرید واقعا CFPS نیست که مثلا اذیتتون بکنه. یعنی من شده یه بازی مثلا داشتم 1080 پلی میدادم، چون معمولا 720p واسه بازیای سنگین اوکیه، می‌خواستم 1080 رو امتحان بکنم، دیدم فریمش اومد روی 25 اینا و واقعا هنوز داشتم بازی میکردم و اصلا اذیت نمی‌شدم. یعنی 25 تا 30 بود. یعنی واسه این کنسول این صفحه نمایش 25 تا 30 FPS هم خیلی FPS خوبیه. یعنی من تست کردم واقعا اوکی، یعنی اصلا انگار ننگار. چرا شما اگه رو همچین مانیتوری که مثلا 27 اینچه شما بخواید 25 FPS بازی بکنید حالتون به هم میخوره، ولی این اصلا اینجوری نیست. و این نکاتیه که بهتره قبل از خریدش بدونید و بعد خریداری بکنید. مثلا این بازی هیدیز خوراک این کنسوله، بازی که حالا از بالا نشون میده حالت دو بعدی داره. مثلا نمیشه موستلی کامپتیبل، حالا بزنیم مور دیتیل گیم ستینگ می ریکوایر ادجاست ساپورت، میگه آقا یه ذره ممکنه ادجاست رزولوشن و اینا داشته باشی واسه بهترین اپتیمایز و اینا و همه چیزای دیگه اوکیه. هند هلدش ساپورت میشه، نوشته پرفورمنس خیلی خوبی داره. اینجا هم دیگه توضیحات بازیه. و چیزی که من خیلی دوست دارم مثلا استیم دک، خب محدودیت دارید دیگه مگر اینکه روش ویندوز بریزید. حالا ویندوز واقعیتش کسایی که حالا پی سی دارین اینو بهتر از من میدونید، باگ داره، مشکل داره. مثلا تو ویدیو قبلی هم گفتم اگه 10 بار شما ایکس باکس اپو بخواید بیارین بالا، 8 بارش اوکیه، 2 بارش ممکنه بهتون ارور بده و شما بعضی وقتا باید کلوز اپ کنید، نمیدونم کنسول رو خاموش روشن کنید و اینا. این چیزا هم هست، یعنی اینا رو در نظر داشته باشه. حالا مثلا اساسین کرید میراج هم بریم، یه بازی دبل ای نسبتا خوبی هم هست. این ایکس باکس پلی انیور رو نداره. خب یعنی شما نمیتونید یه پروگرس رو از رو کنسولتون بیارید روی این. خب و حالا میگم من دارم دونه دونه مثال میزنم و حالا مثلا شما چک باشد 80% بازی این قابلیت ها رو دارن. پرفورمنس چکش
هنوز فعال نیست و هنوز تست نشده، ولی بقیه چیزش اوکیه. یعنی اگه شما وارد این بازی بشی موستلی کامپتیبل، یعنی اگه وارد این بازی بشید با یه سری تنظیمات میتونید تجربه خوبی داشته باشید. کال آف دیوتی حالا واردش نمیشم فعلا. مثلا دیگه دالترز رو من دارم همچنان جلو میرم و واقعا روی این کنسول خیلی میچسبه. حالا تو ویدیو قبلی مشخصه. دوم دارک ایج هم مثلا دیدم بازی میکنن، خیلی هم اتفاقا اپتیمایز خوبی داره. مثلا الان بریم اسکایریم الدر اسکرول ابلیوین ریمستر که تازه اومده، ببینیم چی نوشته. ببینید، یعنی شما میتونید با این کنسول تجربه خیلی خوبی از این بازی داشته باشید و بازی سنگینی هم هست. مثلا کلیر ابسکیور رو بزنم، ببینید بازی تریپل ای بهترین بازی سال شما میتونید روی این کنسول بازی بکنید. حالا 30 FPS 40 FPS 60 FPS اونش رو دقیقا نمیدونم، ولی چیزی که داره نشون میده انگار خیلی خوبه. حالا من اصلا دیگه ایکس باکس رو کاری ندارم، یه سری توضیحات رو بهتون دادم، فقط در جریان باشید دیگه. مثلا یه چیز خیلی مهم، من یه بازی میخواستم بازی کنم به نام ایج آف امپایرز، کاش بتونم سرچش کنم. این بازی رو من دانلود کردم و اصلا بدون موس کیبورد من نتونستم بازی بکنم. خب چون اصلا بازی اصلش با موس کیبورد و اصلا اون قابلیت ایکس باکس پلی انیور هم فکر کنم نداشت. بذاریم ببینم. ببینه حالا این باندلشه، کاش همینه دیگه، نه این سهش. ببینید ایکس باکس پلی انیور رو داره، ولی ببینید مثلا مشکلی که داره بیاره بالا حالا برامون. آن ساپورتده، یعنی من نمیتونم بازی بکنم، من یعنی که موس کیبورد وصل بکنم یه سری حرکاتی بزنم بتونم بازی بکنم. یه سری بازی ها اینجوری هست، ولی در جریان باشی 80% بازی ها اوکیه که رو همین بازی بکنی و تجربه خوبی بهتون میده. و حالا من اصلا کلا میخوام خارج بشم، بیام روی ویندوز. این آیکون کانتر رو میبینید، من میخوام براتون، حالا مثلا میگم یه نفر هست میگه آقا من هم میخوام دسترسی به ایکس باکس داشته باشم، هم دسترسی به استیم داشته باشم، هم دسترسی به اپیک گیمز داشته باشم. حالا میایم اینجا این دکمه آرموریک فیت رو میزنیم، ببینید یه آریکو من میزنم اینجا بهتون واسهتون میاره، شاید بشه مثلا اینا رو یه اپیک گیمز هم اینجا اضافه کردیم، نمیدونم. من استیم رو باز میکنم، بیاره بالا برامون. شما میتونید با این کنسول به استیمتون، به ایکس باکس، به اپیک گیمز، بازیای حالا یکی دوست داره اصلا هکی بازی کنه، کرکی بازی بکنه، هر کاری دلتون بخواد میتونید انجام بدین، یعنی محدود نیستید. الان مثلا ببینید من دارم کانتر رو دانلود میکنم، حالا چرا داره دانلود میشه، بذارید من قطعش بکنم اگه داره دانلود میشه. پازو من بزنم. من دارم کانتر رو دانلود میکنم، میخوام ببینم چجوری، اگه شد که مثلا ویدیوشم براتون میذارم، خیلی دوست داشتم تست بکنم. حالا یه چیز جالبم بهتون بگم، من خودم چون حالا میخوام استریم و اینم انجام بدم، کسایی که حتی میخوان استریم بکنم واسه شروع، یعنی شما با خرید این چند تا کار میتونید انجام بدین. حالا شاید یکی بگه آقا من چه کاریه، مثلا 70 تومن اگه پول اینه، من میخوام برم این لپتاپ بگیرم و با لپتاپ بتونم پلی بدم، که به قول معروف حالا همون هزینه‌ای که میکنم شاید یه کوچولو مثلا از نظر سخت افزاری چیزای بهتری گیرم بیاد، یعنی مثلا از نظر رقم و عدد و اینا روی کاغذ یه ذره قوی تر باشه. چند تا نکته رو باید در نظر بگیرید. این کنسول چون از طرف ایسوس و از طرف مایکروسافت داره ساپورت میشه و تازه اومده بیرون، اپتیمایز خیلی بهتری داره. شما تا برید مثلا یه دونه مثلا لپتاپ حالا برندهای مختلف مثلا دل بخرید، بخواید بازی گیم پس رو روش بازی بکنید، این خوراک گیم پس. خب اگه شما
مثل من ایکس باکس دارین، گیم پس دارید و اینا، این به درد شما میخوره. حالا من دیشب تست OBS و اینا گرفتم، این واسه یه استریم و اینا جوابه و بدون لگ، بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ سنگینی تونست اجرا بکنه. بذارین من خب ببینید قشنگ همه چی اوکیه و حالا دوباره میبندمش. آره. و با یه تیر خلاصه میتونید چند تا نشونه بگیرید، چند تا هدف رو بزنید. و یه چیز جالب دیگه هم بهتون نشون بدم که بذاریم بریم تو آرموری کریت، از اینجا بزنم. چیزای خیلی جالبی داره. یه تنظیماتیه که بیشتر دیگه راجع به خود کنسوله، یعنی نه ربطی به ایکس باکس داره نه ربطی به چیز دیگه داره. اینجا مثلا میتونی کنترلر این کنسولو بیاین شخصی سازی بکنید. حالا من واردش نمیشم. اینجا که آپدیت سنتره که بعد آپدیتاتون رو این قسمت چک بکنید. آپدیت ها رو سعی کنید اگه کنسول رو خریدین انجام بدین و سعی کنین به روز باشین، چون بهترین پرفورمنس و زمانی میگیرین که آپدیت ها رو انجام بدین، چون هی داره برش آپدیت میاد. آپدیت هاش هم سنگین نیست، نگرانش نباشید. ببینید اینجا نورای همین جوی استیک هاست، همین استیک های چپ و راسته که مثلا من میذارم حالت رینبو، من میتونم بذارم حالت این و مثلا یه رنگ ثابت میشه. فکر کنم این مثلا چیه، فکر کنم خاموش روشن میشه. بذاریم ببینیم. آره خاموش روشن میشه. این چیه؟ این چشمک میزنه انگار. آره این چیه؟ اینم خلاصه آره دیگه این رنگ‌های مختلفه. تنظیماتش هم که مثلا باتری مود آن باشه، آف باشه، اینجوری باشه. خلاصه اینا رو ما فعلا کاری نداریم. چیزی که جالبه مثلا گیم ویژوال میگه آقا شما اگه به حالت من حالت دیفالت گذاشتم، خب اگه خیلی FPS بازی میکنیم، مثلا اینکه با این میخواد بازی FPS بازی کانتر بازی بکنه، اگه حالتو بذاره، این قابلیتی که داره اینه که مثلا میگه آقا من نور و روشنایی رو یه جوری برات تنظیم میکنم که توی تاریکی بتونی بهتر ببینی. خب اگه مثلا ریسینگ بازی میکنی، بازی ماشین سواری اینا بازی میکنی، از نظر کیفیت تصویری کاری میکنم که تو بهتر بتونی مثلا دور و بر تو ببینی و اذیت نشی. و مثلا این قابلیتی داره که کالر سچوریشن و اون رنگا رو خیلی بهتر نشون میده. و دیگه اون حالت سینما هم که حالا مدای مختلفه، مثلا یکی دوست داره فیلم ببینه. من تجربه فیلم و فوتبال و اینم با این داشتم، فوق العاده بود. و اینجا ببینم چه، اینم که دستتون رو میتونین کالیبریت بکنید و اینا. حالا کاری ندارم. بزنیم وارد جنرال بشیم. من اشتباهی اینو میزنم. خب اینم که خب مثلا میگه که آقا میخواید لانچ بشه ایکس باکس بیاد بالا، آرموری کریت بیاد بالا، و اینم که استوریج فضاتونه. و دیگه اینم راجع به دستگاه و دیوایس اینفو ایناست که فعلا کاری نداریم. کیبورد شورتکات هم که میتونیم بزنید، کیبورد وصل کردین. آدیو هم فعلا کاری بهش نداریم. پرفورمنس رو نمیدونم رفتیم یا نه. آها اینجا رو میخواستم براتون توضیح بدم. ببینید منوال واسه کسایی که آقا این کارن. خب یکی از آقا میگه من یه جوری میخوام CPU و GPU رو ران بکنم که اینجوری که من دوست دارم برام ران بشه. خب منی که بلد نیستم و اکثر شمایی که بلد نیستید، بهترین کار اینه که آقا بازی تریپل ای سنگین اگه خواستین بازی بکنید با حالت توربو باشه، ولی وقتی تو شارژه. خب اگه حالت توربو باشه ولی تو شارژ نباشه، بازی تریپل ای اجرا بشه، میشه اجرا بکنه، مشکلی نداره. هم باتریتون ولی زودتر خالی میشه، همین که به دستگاه خیلی فشار میاد. خب اینو در جریان باشید. چیزی که من پیشنهاد میدم واسه اکثر بازی‌ها پرفورمنس جوابه، لازم نیستم تو شارژ باشه. چیزی که حالا من متوجه شدم، حالا شاید بعداً چیز دیگه ای در بیارم، پرفورمنس باشه، تو شارژ هم نباشه اوکیه و به دستگاه اونقدر فشار نمیاد و تجربه خوبی بهتون میده. حالا یه نفر هست میگه آقا من میخوام بازی سبک بازی بکنم، میذاره حالت سایلنت. خب یعنی حالتیه که مثلا میگم از فن و اینا کمتر کار میکشه. اینم حالت ویندوزه، حالتیه که مثلا شما میخواید وب گردی بکنید، فیلم ببینید، تو سایت بچرخید، هر کاری میخواید بکنید، این به دردتون میخوره. و بذاریم ببینم دیگه چیزی هست که من بهتون نشون بدم و اینا. اکو و اینا که اینا هم مالا بعدن چیز خاصی نره، من میخوام توضیح بدم. اینا هم که فعلا چیز خاصی نیست، بازیاتون میتونید فیوریت بکنید. و خلاصه این، اگه سوالی چیزی بود حتما ازم بپرسید. و
یه چیزی هم بهتون بگم، اینکه چجوری شما میتونید گیم پس و مثلا من الان گیم پس خریدم 2 ماه 200,000 تومان و میتونم با اکانت خودم اون گیم پس رو بیارم بالا، در حالی که اکانت اصلا یه اسم دیگه داره خب، ولی با اکانت خودم دارم بازی میکنم اون بازی گیم پس رو. اینکه چیکار بکنید و اینا برام کامنت بذارید من براتون توضیح بدم، چون خیلی طولانی میشه تو این ویدیو بخوام بگم و دیگه نکته دیگه هم نیستم که کارهای مختلفی میشه کرد. وسایل جانبی این کنسولم در جریان باشید که کم کم داره میاد، همین الانم هست ولی اونقدر نیست. شاید مثلا تنوعی که شما انتظار داشته باشید الان تو این واسه این کنسول خیلی کمه، به خاطر اینکه الان مثلا گارد این کنسول هست که مثلا اینجا گریپ و اینا میاد و اینا خیلی خوبم هست، محافظت میکنه از کنسول، ولی هم گرونه، همین که یه ذره صبر بکنید بهتره. و دیگه همین، اگه سوالی چیزی داشتین حتما تو کامنت ها ازم بپرسید. ممنون میشم. ویدیو هم راستید لایک بکنید اگه تونستید.